درود. عزیزان، امروز میخوام یه رازی رو که خودم کشف کردم باهاتون در میون بذارم در مورد اه، امپراتور ناپلئون بناپارت کبیر. اه، این دیوارکوبی که میبینین یه سپر هستش که من اینو از یه عتیق فروشی چند سال پیش تهیه کردم و اینکه این دیوارکوب همونطور که می‌بینی حرف N روش حک شده، حرف اول ناپلئون یا ناپولینی که خود اروپایی‌ها استفاده می‌کنن، دو تا تاج برگ زیتون قرار گرفته که نماد تاج قیصر ناپلئون بوده، ناپلئون کبیر بوده که توی جشن تاجگذاریش به عنوان قیصر اونو روی سر خودش گذاشته بود و اینکه یه نماد کوچولویی هم این پایین هست که شبیه اینفینیتیه. اینفینیتی هم نماد مورد علاقه بناپارت بوده و اینکه حلقه ازدواج ناپلئون و ژوزفین به شکل اینفینیتی بوده، یک قسمتش الماس و یک قسمتش سنگ یاقوت کبود که رنگش سرمه‌ای رنگه بوده، دو تا سنگ کنار هم که اینفینیتی هستش. و دیگه اینجا چی میبینین؟ تاج بناپارت رو میبینین، تاج مراسم تاجگذاری ناپلئون بناپارت. و اینجا سه تا اسلحه میبینید، سه تا اسلحه فرانسوی هستش. یه اسلحه اول اسلحه اپه هستش. اسلحه اپه قدیمی ترین اسلحه توی شمشیربازی و مسابقات شمشیربازی که همین الان هم دایر هستش استفاده می شده. اپه سنگین ترین شمشیره و همینطور قدیمی تری. دومی فلوره هسته، شمشیر فلوره. شمشیر فلوره شمشیری هستش که حرکات نمایشی زیادی توش به کار برده میشه و خیلی زیبا و هنرمندانه هستش. منتها بازم قدیمیه، ولی شمشیر بروزتری که اومده بود و تو دوران ناپلئونیک استفاده میشد، شمشیر ناپلئونیک شمشیر سابر بوده. من خودم دوره شمشیر بازی دیدم و اینکه شمشیری که استفاده میکردم شمشیر سابر رو انتخاب کردم بخاطر علاقه که به بناپارت داشتم. و اینکه این شمشیری هستش که نه به سنگینی اپه نه حرکات نمایشی فلوره رو داره و خیلی توی جنگ ها در زمان ناپلئون استفاده می شده. حالا این رازی که میخوام در مورد این عتیق اروپایی بهتون بگم در مورد یه کارت تاروت هستش. عزیزان، نمیدونم میدونین تاروت چی هستش یا نه. تاروت یه فال هستش، فالی که از طریق اون میتونی آینده رو پیشگویی کنی، چه از نظر احساسی و چه از نظر اقتصادی، زندگی روزمره و اینکه بتخواین آیندهتون رو بدونی، اینا بهتون کمک میکنه فال تاروت. این کارت همونطور که میبینین کارتی هستش که سه شمشیر دقیقا مطابقت داره با این عتیقه و اینکه نماد شکست عشقی و خیانت هستش. قلبی که سه شمشیر درش فرو رفته و رعد و برق و طوفان در پیش هستش و این نشون دهنده چی هستش؟ نشون دهنده خیانت و شکست عشقی. حالا این رازی که میخوام در مورد این بزرگمرد تاریخ بهتون بگم این هستش که ناپلئون مردی بود که بسیار قدرتمند و جنتلمن به نظر می رسید و اینکه هیچ کس نمیتونست شکستش بده، حتی بهش میگفتن غول جزیره کرس. اما حقیقت این هستش که ناپلئون در مقابل مردان شاید هیچ نقطه ضعفی نداشت، اما در مقابل زنان
متاسفانه بهش همیشه خیانت میشد و حتی جوزفین همسر اولش و کسی که عاشقش بوده بهش خیانت کرد و از همسر دومش ماری لوئیس هم همینطور بهش خیانت کرد و شخصی بود که فقط به عنوان همسر و به دنیا آوردن ولیعهد برای ناپلئون جایگاه داشت و اینکه این رازی بود که من فهمیده بودم و میخواستم با شما عزیزان در میون بذارم. خیلی خوشحال میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و منو حمایت کنید. ممنون از شما. امیدوارم که همیشه موفق باشید و به امید دیدار. بدرود.